این همه نفران زیاد برای پیشواز یک دختر 17 ساله برآمدند. منیره بهرامزاده خواننده صنف 10 مکتب نمره 14 ناحیه بابا جان غفورов جماعت اونجی می باشد. او در آزمون زیبا صنم 2019 اشتراک کرده صاحب شاه جایزه گردید. بسیار خرسند هستم زیرا تا این حد انتظار نبودم و اظهار سپاس میکنم به آموزگارانم که مخصوصا همینها بودند که امروز من جایزه زیبا صنم را صاحب گشتم. منیره بهرامزاده میگوید اشتراک او در این آزمون تصادفی بود. وی بعد تماشای اعلان از آینه نیلگون تصمیم گرفته است که در آن شرکت ورزد. زیبا صنم 2019 با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان و کارخانه وطنی تاجیک کریستال بین جوان دختران از 18 تا 27 ساله برگزار گردید. آزمون از 3 دور عبارت بود که در آن دختران از همه منطقه‌های کشور اشتراک داشتند. باز هم موسیقی بلندتر میشد، دل به تپش می اومد و برنده آن مبارز عثمانوف بودند که با یک شور و ولوله سخن میکردند. در دل تمام هیجانی بود که این احساسات را گفته نمیشد و در آخر نام زیبا صنم 2019 را گرفتند که من بودم و حتی در آنجا اشک از چشمانم جاری میشد زیرا نمیدانستم که این گونه موفق میشوم و این همه غالبیت خود را با دستگیری پدر و مادرم که مادرم همیشه در پهلویم بودند و استادانم که پیوسته کمک میکردند برای که در صحنه برایم توصیه ها میدادند، این گونه کن اون گونه پیش میروی و برایم دائما مصلحت میدادند، مشورت میدادند و اظهار سپاس میکنم برای آنها. غیر سپاس گفتن دیگر چیزی گفتن نمیتوانم. زیبا صنم 2019 طریق SMS پیام خالگذاری میشد. با وجود آن که منیره پیام های زیاد نداشت اما مهارت، حسن و سخنرانیش او را غالب نمود. در دوره آخرین آزمون از زندگی و فعالیت اشتراکچیان باید فیلم به نوار گرفته میشد. 11 نفر اعضای حکمان بعد از تماشای فیلمی که از حیات زیبا صنم 2019 نقل میکرد شاه جایزه را نصیب منیره میدانند. بعد تلاش‌های زیاد قهرمان ما صاحب تاج و 50,000 سامانی گردید. او میگوید یک قسمی مبلغی به دست آورده‌اش را در پیشرفت مکتب و زادگاهش صرف میکند. جایزه صاحب 50,000 سامانی گردیدم. این مبلغ از من یگان چیز میخرم یا به یگان چیز استفاده میبرم. من در چند جا وعده دادم و کوشش هم میکنم که کتابایی که نو به نشر رسیدن به مؤسسه و به خانه مدنیت جماعت دهات اونجا هدیه کنم و کم و بیش سهم خود را در رشد دهه هم گذارم. اما این مبلغ زود تمام میشود. مهم لنت رمزی که در تن من زیبا صنم تاجیکستان برای همین لنت رو صاحب شدن سرتاسر جمهوری تاجیکستان حرکت کردند. بعد غالب آمدن منیره شادی و نشاط در مکتب رقم 14 به نام نعمت جان باباجانوی ناحیه بابا جان غفورov حد و کنار نداشت. همه خوانندگان و استادان به منیره احسن می‌خواندند. بهرام اشورمتov دیرکتور این مکتب میگوید منیره یکی از شاگردان فعال این درگاه میباشد. باوری دارد پس از این نیز او همینطور فعال خواهد ماند. در قطار همسنفانم یک دختر عادی هستم و میآیم درس میخونم، از معلمان سبق میآموزم. دیرکتور مکتبی که زیبا صنم 2019 در آن تحصیل می‌نماید میگوید شاگردان این درگاه در آزمون‌های ورزشی و معلم سال نیز غالب آمدند. حالا در این مکتب 2066 نفر خوانندگان تحصیل دارند. موفقیت و دستاوردهای محصلین این بارگاه تعلیمی را در دیگر سمت‌ها نیز انتظار هستند. گزارش رحمان علی خالمرادov و برات جان شرمتov، پیام روز.